نیمه شب شده و محسن خوابش نمیبره. مثل همیشه گوشیش رو برداشت و شروع کرد به چرخیدن. اما یکی از اسطوری ها فرق داشت. تصویری تاریک از یک کوچه خلوت، صدایی فریاد و بعد سایه‌ای که رد میشد. قبل از اینکه دوباره نگاه کنه اسطوری پاک شد. گوشی رو زمین گذاشت، اما تصویر توی ذهنش موند. پشت سیستمش نشست و شروع کرد به گشتن دنبال همون کوچه. یه خبر پیدا کرد با این عنوان: جسد یک دختر در یک کوچه حوالی 2 بامداد پیدا شد. برگشت سمت اتاق، اما صندلیش جابجا و خالی بود. انگار کسی تا همین لحظه اونجا نشسته بود. ناگهان دوربین گوشیش روشن شد. خودش بود، ولی نه انگار فقط خودش. بیرون شهر توی تاریکی فرو رفته بود. فقط پنجره خونه خودش روشن بود و یه دوربین از فاصله‌های دور دقیقاً به همون پنجره خیره شده بود. صدای قدم‌های سنگین نزدیکتر میشه. و بعد سکوت. روز بعد محسن رو حاضر و آماده روی تخت پیدا کردن. گوشیش هنوز روشن بود. پلیس میگه هنوز منتشر کننده پست ناشناس رو پیدا نکرده.